ام لهم آیا برایشان است نصیب من الملک، از ملک و از حکومت. فاذا لا یؤتون الناس، پس اینا چی نمیکنن؟ پس اینا نمیدهند بر مردم نقیرا، به اندازه یک سوراخی که در خرما می باشه. یعنی اینا اینقدر بخیل هستن که حتی به اندازه یک سوراخ در دانه خرما، خسته خرما، اینا بر مردم به می اندازه یک هم اینا حق بیان نمیکنن. در کلمات میگه یکی فتیل است، یکی نقیر است، یکی قطمیر. این سه کلمات در چیز استعمال شده خرما در قرآن میایه. اگر فتیل استعمال شد، ما فی بطن النواطف، فتیل چی نمیگه؟ امو خستگی که امو تارکی که در شکم امو خسته خرما می باشه او رو فتیل میگن. و النقیر ما فی ظهرها، نقیر امو سوراخی که در سر ازی می باشه. و القطمیر پوشش میگن. ام یحسدون، آیا حسادت میکنند الناس با امرای مردم علی با آنچه که ما آتاهم الله. ای علمای یهود چرا توحید انکار میکردن و شرک تایید میکردن؟ به خاطر حسادت. وقتی کسی حسادت کنه حق میپوشونه. ام یحسدون الناس، یا اینا حسادت میکنه با مردم علی بر آنچه که ما آتاهم الله متعال بر از اینا داده است، من فضله، از فضل و کرمش. فقط آتینا، پس یقینا الله متعال میگه ما دادیم آل ابراهیم، به آل ابراهیم علیه السلام الکتاب، کتاب را دادیم، و الحکمت و سنت دادیم، و آتیناهم، و دادیم برشان ملکا عظیما، ملک حکومت بسیار بزرگ. فمنهم من آمن، بعض ازشان ایمان آوردن، و منهم من صد عنه، و بعضی دیگه بودن که از ایمان چی کردن؟ مانع شدن. فمنهم، پس بعض از ایشان من کسانی هستند که آمن ایمان آوردن، و منهم، و بعض از ایشان صد، اینا مانع شدن از چی؟ از راه دین. و کفا بجهنم سعیرا، پس کافیست امو آتش جهنم که سعیرا بسیار سوزاننده هست. این آتش سوزاننده کفایت میکنه برای کی؟ برای از این مردمایی که خودشان بیدین میشن و تنها به بیدینی خود اکتفا نمیکنن، بلکه حتی دیگرها را هم چی میکنن؟ دیگرها را هم به گمراهی میکشن. ان الذين كفروا بآیاتنا، الله متعال میگه یقینا کسایی که کافر شدن با آیات ما، حالا چی جزا الله بر از اینا میده؟ میگه سوف نصلیهم نارا، الله متعال میگه ما اونها را داخل میکنیم در آتش دوزخ. کلما نضجت جلودهم، هر وقتی که نضج به معنای پخته شدن است، یعنی هر وقتی که جلد از اینا خوب پخته میشه و میسوزه، جلودهم پوست هایشان، بدلناهم، الله متعال میگه ما می پوست های دوزخی ها را تبدیل میکنیم. چی را بدل میکنیم؟ جلودن به پوست های غیرها دیگر. چرا؟ لام تعلیل علت بیان میکنه که الله متعال چرا یا چی حکمت است که پوست های دوزخی ها را تبدیل میکنه، پوست های نو برشان خلق میکنه. الله متعال میگه علتش است که یذوق العذاب، تا که اینا چی شوند؟ خوب عذاب بچشن. ما و شما قبلا گفتیم که قرآن کتاب هدایت است. بعضی از دکترهایی که در غرب این آیت خواندن مسلمان شدن. چرا مسلمان میشن؟ میگه والله یک گپ بسیار قوی است که قرآن عظیم شان گفته است. ما اطباء دکترای طب در غرب میگه ما کشف کردیم در قرن 20 که اصل درد که است در پوست است. وقتی که پچکاری چخ میکنین اما پوست درد میکنه، وقتی پچکاری از پوست تیر شد باز دردش کم میشه. پس اصل احساس درد در پوست است. ما عالی را کشف کردیم و قرآن عظیم شان 14 قرن قبل از این بر ما بیان کرد که احساس درد کجا هست؟ در پوست است. پس این سبب مسلمان شدن دکترایی از اعجاز علمی قرآن عظیم شان است که الله متعال به اساس علم غیب خود چیزهایی را خبر میده که باز انسان ها 20 سال پیش، 20 قرن بعد، 30 قرن بعد کشف میکنن و همین میشه که تا روز قیامت قرآن معجزه هست. برای زنا دلایل قدرت خود الله نشان میده. ان الله، یقین که الله متعال کان هست عزیزا، بسیار غالب است در احکام خود، غالب است در قوانین خود، قدرتمند است
در آنچه که میخواد خلق بکنه و آنچه که دیگران را، و حکیما و بسیار حکیم با حکمت است در افعالی که انجام میده. والذین، آل جزای کسانی که مؤمن هستند، والذین آمنوا، و کسانی که آمنوا ایمان آوردن، و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن، الله متعال میگه سندخلهم، باز ما اونا را داخل میکنیم به جنت های، باغ هایی که تجری جاری است من تحتها، از زیر قصرها و باغ های از اون الانهار و جویبارها، خالدین فیها ابدا، همیشه در او می باشند، لهم فیها، برشان بر از این جنتی ها در جنت ازواج است، همسران هستند، مطهرتون، پاک هستند، و ندخلهم ظلا ظلیلا، و اونا را داخل میکنیم در ظلا، در سایه ظلیلا، یعنی در جنت برای جنتی ها همسرای می باشه که بازو همسرا جنجالی نمی باشن، جنگ نمی کنن، غالمغال نمی کنن، اعصاب خرابی نمی کنن. وقتی که ببینیشان جگرت خون نمی سازن، این آرام وقتی که به طرف از اونا بینه احساس راحت میکنی. مطهرة من العیوب، هیچ عیبی ندارن. مطهرة فی اخلاقهم، اخلاق بسیار عالی دارن. مطهرة فی اعتقادهم، عقیده بسیار صاف دارن. مردها از خانمهای خود در چی شکایت می داشته باشن؟ یا در عقیدهشان بعضی خانم‌ها عقیده خراب دارن، پیش فالبین جادوگر و ترا میره، وقتی که شوهرش گیرش میکنه تعویض در زیر بالشش، او تعویض محبت مانده، بازی اینا دیگه میخیزن. این گپشان به چی میرسه؟ به جدایی و فرقت میرسه. پس بعضی اوقات در عقیده خانم‌ها اشتباه می داشته باشن، بعضی اوقات اشتباهشان در اخلاقیات می باشه، زیاد غالمغال و جنگ و دعوا میکنن، بعضی اوقات پشت رواج‌ها میگردن، شوهر خدا بسیار اذیت و آزار میدن، بعضی اوقات در مسائل اقتصادی که ازشان جنجال میکنن. اینا همین عیب‌های اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی که خانم ها می داشته باشن، بعضیشان یعنی کلشان نمی داشته باشن، چرا که علی رضی الله عنه میگه که حسنه دنیا کس از زوجت الصالحه، زن دیندار کس این حسنه دنیاست که نصیب هر انسان مؤمن رو الله بگردانه. اینا باز میگه در جنت بر از اینا ازواج مطهره است، و ندخلهم، و داخل میکنیم ایشان را ظلا، در سایه که ظلیلا بسیار گسترده هست. ان الله، یقینا که الله متعال، یأمرکم، امر میکند شما مسلمانان را، ان تؤدوا الاماناتی، که ادا بکنید امانت ها را، الی اهلها، به اهلش. یعنی هر وقتی که بر شما امانت سپرده میشه، چی امانت شما در راستای سیاسی باشه که چوکی های سیاسی را بر کسهای بتین شما مسلمان ها که اونا اهلیت زور داشته می باشن، خلیفه مسلمان ها و دیگه امرای مسلمان ها که هستن، پس تقسیم در مناصبی گپاک می باشد مطابق اهلیت می باشد از نگاه سیاسی. و دیگر امانت هایی که بر شما داده میشه در زندگیتان، هر امانتی کس او را به اهلش به شکل درست انجام بدین. و اذا حکمتم، و وقتی که شما حکم میکنین بین الناس، یعنی حکم میکنین. ببین اینجا مسئله حکمتم دلیل است بس سیاست اسلام. بعضی کسا که انکار میکنن از سیاست اسلام به این آیات قرآن کافر میشن. و اذا حکمتم، و وقتی که شما حکومت میکردین، حکم میکردین، قضاوت میکردین بین الناس، در بین مردم، ان تحکم بالعدل، باز شما حکومتتان باید عادلانه باشه. یعنی مسلمان ها وقتی که قدرت سیاسی به دستشان بود و قدرت مثلا قضایی به دستشان بود، باید اینا حکومت خدا به چی بکنن؟ بالعدل، به عدالت بکنن. ان الله، یقینا که الله متعال، نعم، بسیار خوب، یعظکم، وعظ و نصیحت میکند شما را به به آن. ان الله، یقینا که الله متعال، کان هست، سمیعا، بسیار شنوا، تمام آنچه که میگین الله میشنوه، بصیرا، آنچه که شما می انجام میتین میبینه. یا ایها الذین آمنوا و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آل ببینین اطاعت از الله، اطاعت از رسول الله و اطاعت از اولی الامر، ای چی هست؟ ای کل از اینا بالای انسان مسلمان واجب است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله، شما اطاعت الله را بکنین. اطاعت الله را در کتاب الله بکنین که الله متعال شما را در کتاب خود چی گفتم؟ و اطیعوا الرسول، و شما اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین، سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنین و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول بکنین. یعنی کسانی که اطاعت میگه از الله میکنم و احادیث قبول ندارم، به اساس آیت قرآن کافر میشن، به خاطر که الله متعال میگه که اطاعت الله را کردی و اطیعوا الرسول، الله امر الله هست که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین. و ببینین در الله و در رسول اطیعوا استعمال شده. اطیعوا الله، اطاعت کنید الله را، و اطیعوا الرسول، و اطاعت کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اول الامر منکم ایره اطیعوا نگفته، بلکه ایره با واو چی کرده؟ بالای از اونا چی کرده؟ عطف کرده. به این معنی که شما اطاعت الله را بکنین اول،
و ثانیا اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین که اطاعت از قرآن و سنت بالای شما فرض است. و اطاعت اول الامر بکنین به شرطی که او اول الامر و یا او رهبر متوجه هستین اطاعت از الله و رسولش میکنه و اگر او مخالفت با قرآن و سنت میکنه باز اطاعت از او سر شما فرض نیست. اطاعت از اول الامر فرض است که او شریعت الله را تنفیذ میکنه. حالا بسیاری کسا هستن که فرق بین اول الامر که اطاعت از شریعت میکنه و بین اول الامر دو قسم هستن. یکی کسایی هستن که شریعت الله را تطبیق میکنن اما خودش در بعضی حالات اشتباه داره گناه میکنه. متوجه هستین؟ اطاعت از این امیر فرض است، واجب است به اساس آیت قرآن، چرا که اول الامر تو را چی کرد؟ این شریعت الله را تنفیذ کرده، لکن بعضی اوقات اشتباه از خودش میشه. اما او اول الامر دیگه هست که او از شریعت الله را تطبیق نمیکنه، به اساس رد کردن شریعت الله و تطبیق کردن شریعت قانون کفار ای خودش به کفر مبتلا میشه. باز برای اطاعت هیچ چیز اجازه نیست اطاعت ازی، بلکه ازی باید مخالفت شوه. این بعضی کسا که همین مسئله را نمیفهمه، اینجا پیشش مشکل پیدا میشه. پس اینجا اطاعت و ایواو که اینجا آمده گفته اطیع الله، اطاعت از الله بکنین، و اطیع الرسول و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین، و اولی الامر منکم و اطیعو گفت که و اولی الامر منکم یعنی چی؟ این مفسرین علمای اسلام میگن که شما اطاعت از امیر المؤمنین و یا ولی امرتان یا بزرگتان میکنین به شرطی که اطاعت از الله و رسولش بکنه. فان تنازعتم، حالا الله متعال میگه که اگر تنازع کردین، اختلاف کردین، منازعه در بینتان پیدا شد، فی شیء در کدام مسئله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، تعلیمی، تربیوی، در هر چیزی که شما در بینتان یک منازعه شد، فردوه الی الله، پس او را برگردانید، این موضوع اختلافی را برین پیش الله و رسولش، برین به قرآن مراجعه بکنین، برین به سنت صحیحه مراجعه بکنین که الله و رسولش در این قسمت چی گفته هست. ان کنتم، الله متعال میگه این کار شما میکنین، ان کنتم تؤمنون بالله، اگر واقعا شما ایمان دارین به الله و الیوم الاخر، به روز آخرت، اگر شما ایمان به الله دارین و ایمان به روز آخرت دارین، پس در این صورت شما وقتی که کدام مسئله سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا هر مسئله معاملات و تجاری و هر چی که باشه به الله و رسولش مراجعه بکنین. اگر نه که شما ایره به شرطی که شما ایمان به الله و رسولش داشته باشین. اگر باز دروغ میگین باز دیگه مراجعه نکنین، به هر کس دیگه مراجعه میکنین. چیز ذالک الله متعال میگه اینمی قسم عمل کردن که اطاعت اول باید از قرآن و سنت بکنی، الله و رسولش اطاعت بکنی، و اطاعت از اول الامر مسلمانا در صورتی بکنی که او اطاعت از قرآن و سنت میکنه، شریعت الله را تطبیق میکنه، باز از او اطاعت بکنیم. و در صورتی که اختلاف ایجاد شد در بین شما در هر مسائل قضایی، در مسائل قانونی، در مسائل تطبیق از اینا، شما با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنید، در صورتی که شما یقین داشته باشین که حل تمام مشکلات در قرآن و سنت است. اگر باز یقین نداشته باشی باز فلسفه زیاد میگی. الله متعال میگه ذالک اینمی قسم عمل شما خیرون بهتر است و احسن و بسیار نیک است تعویل انجام دادنش. حال دیگه بعضی کسانی را الله متعال میگه که بعضی کسا هست ظاهرا ادعای ایمان میکنن و عملا باز به عوض شریعت الله قوانین طاغوتی را ترجیح میتن. یک منافق و یک یهودی مخالفت داشتن. این منافق میگفت من مسلمان هستم، یهودی برش گفت که خب تو وقتی که مسلمان هستی خیلی بریم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیش پیغمبرتان که این عادلانه فیصله میکنه. این مسلمانی که ادعای مسلمانی میکرد منافق بود. این میفهمید که در این قضیه خب من مجرم هستم و اگر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم چون حق طرف یهودی است بنفذی کار میکنه. این برش گفت که نه میریم پیش کعب ابن اشرف، او بسیار خوب طاغوت بزرگ بود، یکی از یهودیای خطرناک بود، مطابق همون خواسته های مردم یک طاغوت بود. این گفتن این منافق گفت پیش ازی میریم. الله متعال گفت الم تر، آیا ندیده رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الذین، به طرف کسانی که یزعمون گمان میکنن. ببین کسایی هستن که ظاهرا گمان میکنن که من ایمان دارم. اینجا مسئله بسیار قوی اعتقادی رو بیان میکنه. علم تر ندیدی یا رسول الله صلی الله علیه و الذین، به طرف کسانی که یزعمون گمان میکنن که انهم ایشان آمنو ایمان آوردن
بما انزل لک، به آن چیزی که نازل شده بالای تو، و ما انزل من قبلک، و به آن چیزی که نازل شده قبل از شما. چی میگن؟ این نفر خودش ظاهرا گمان میکنه، اینجا از عمونه پیش خود گمان میکنه من مسلمان هستم. الله میگه این مسلمان نیست. چرا مسلمان نیست؟ میگه به خاطر از اینکه الله از قلب از با خبر است که شریعت الله را نمیخواد تطبیق شود. یریدون، اراده دارن اینمی مردمایی که ظاهرا در زبان مسلمان است در قلب کافر است، ارادهشان چی است؟ ان یتحاکموا، این که طلب حکم بکنن یا بالای از اینا حکومت بالایشان بکنه. کی تا حکومت بکنه؟ طاغوت. یعنی در وقت فیصله قضایا به عوض شریعت الله، ما شما گفتیم طاغوت چه قسم است؟ یا طاغوت به شکل حکومت میایه، احزاب طاغوتی هستند که حکومت جور میکنن، اندیشه های طاغوتی هستند که حکومت ها و چیزا را جور میکنن، و یا افراد طاغوتی هستند که خودش در رأس حکومت و در رأس وزارت قرار می داشته باشه یا در رأس قضا قرار می داشته باشه، ضد شریعت الله فیصله میکنه. اینمی انسان هایی که الله متعال میگه که یا دروغ میگن، گمان میکنه که من مسلمان هستم، مؤمن هستم، اینا مسلمان نیستن. چرا؟ به خاطری که در قضایای خود به عوض شریعت الله اینا تحاکم میکنن به طرف طاغوت، میرن پیش طاغوت و میگن که تو بر ما فیصله بکو. وقد امروا، و در حالی که اینا امر کرده شدن که ان یکفروا به، که اینا کافر شوند به چی؟ به طاغوت. الله متعال در آیه دیگه گفت که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، پس مؤمن حقیقی کی است که کافر به طاغوت شود و یؤمن ایمان به الله بیاره. و یرید الشیطان، و میخواد شیطان ایضلهم، این کارا رو که میکنن. چرا میکنن؟ به خاطر که شیطان‌های انسانی و شیطان‌های جنی اینا را وسوسه میکنن، به قوانین اینا را وادار میسازن که ضد شریعت الله هست. و یرید الشیطان، و اراده میکنه الشیطان، و امو شیطانی که چی انسانی هست چی جنی هست، ایضلهم، که اینا را گمراه بسازه، ضلالا بعیدا، تو گمراهی که اینا از حق بسیار دور شوند. بیچاره فکر میکنه من مسلمان هستم، لکن در روز قیامت بخیزه الله متعال برش میگه الله برای بین مسلمان ها تو نبودی که طرفدار طاغوت بودی. و اذا، و هنگامی که قیل گفته شود لهم، بر از این مردم تعالوا بیایید، الی ما انزل الله، با آنچه که الله متعال نازل کرده است، و الی الرسول، و با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده. بیاین که به قرآن و بیاین که به سنت فیصله بکنیم. رأیت المنافقین، باز الله متعال میگه منافقا را ببین چی هستن؟ یصدون عنک صدودا، باز از تو روی میگردانند. تو چی میگی؟ آمدی در این عصر بیا به قرآن مراجعه بکنیم، بیا به سنت مراجعه بکنیم. این کسی که خودم ظاهر مسلمان میگیره و در وقت فیصله ها که باز بگی بیا حاکمیت الله و رسولش قبول کن، فیصله نمیکنه، باز میگه این منافق است. این در روز قیامت که تون منافقین حشر میشه. رأیت، میبینی المنافقین، منافقان را که یصدون، رو میگردانند، عنک صدودا، از تو بسیار به شکل بسیار شدید رو میگردانند. فکیف، پس چگونه هست که اذا، انگامی که اصابتون برسد برشان مصیبتی. چرا مصیبت برشان میرسد؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که تقدیم کردن دستایشان. اینجا جزء میگه منظورش کل است، یعنی به آن چیزی که خود از اینا تقدیم کردن عمل کردن. ثم جاءوک، باز میاین همین منافقا چی میگن؟ ثم جاءوک، میاین پیش شما همین منافقان، یحلفون، قسم میخورن، بالله، به الله، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، میگن که او رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها، والله قسم است که ما نمیخواستیم مگر این که نیکی بکنیم، میخواستیم که موافقت بکنیم، اما هنگی بکنیم، دوستی بکنیم، چی بکنیم. الله متعال بر رسول الله صلی بیان میکنه که اولئک الذین، همی گروه مردم کسانی هستند که یعلم الله متعال میدونه ما فی قلوبهم، آنچه که در قلب هایشان است. تو پیغمبر هستی، عالم الغیب نیستی، تو نمیفهمی. صحابه عالم الغیب نیستن، اونا نمیفهمن، ظاهرا که اینا قسم میخورن، شما فریب میخورین، لکن الله از قلب هایشان با خبر است. فاعرض عنهم، به رسول الله صلی میگه از پیش از اینا روی دور بتی، وعظهم، و برشان نصیحت بکو، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و بگو در موردشان قول بلیغ، بسیار قولی که تأثیر کننده هست. بلیغ یعنی خوب تأثیر کننده. و برشان این هم بفهمان که و ما ارسلنا من رسول، که الله متعال میگه که ما نفرستادیم من رسول هیچ کدام پیغمبری را، الا مگر لیطاع باذن الله، که اطاعت شود به امر الله. پس وقتی که پیغمبر آمده است، این نمیتونه که چیز را تغییر بده، بلکه پیغمبر به خاطر از این هست که و ما ارسلنا، و ما نفرستادیم من رسول هیچ پیغمبری را، الا مگر لیطاع، تا که اطاعت شود باذن الله، به امر الله. ولو انهم، و اگر ایشان
اذ ظلموا، هنگامی که ظلم کردن انفسهم بر نفسایشان، جاءو که آمدن پیش تو، فاستغفر الله، پس اونا از الله طلب مغفرت خواستن، حقیقتا با زبان و با قلب، واقعا صادقانه. واستغفر لهم الرسول، باز استغفار و طلب مغفرت خواست برشان الرسول، رسول الله صلی الله علیه و سلم، لوجد الله توابا رحیما، باز الله را پیدا میکنن که الله متعال تواب، بسیار پذیرنده توبه است، و رحیما و بی نهایت مهربان است. باز در صورت الله را میبینن که الله هم پذیرنده توبه هست و هم بسیار مهربان است. حال مسئله دیگه را میگه که این مسائل قضایای سیاسی اسلام است، قضایای تطبیق شریعت الله هست. ما و شما گفتیم که در کلمه ما و شما تعهد داریم که بغیر از ذات الله کسی دیگر عبادت نمی کنیم و بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگر بالای خود تطبیق نمی کنیم. خب یک کسی میگه که والله بعضی کسا هستن که نمیخواین که شریعت الله تطبیق شود. الله متعال چی میگه؟ فلا و ربک، پس قسم است به پروردگار تو. اینجا لا که است، این چی است؟ لا اینجا لام توکید است، لا نفی نیست. فلا پس توکیدن الله متعال میگه که فلا و ربک، پس قسم است، قسم بسیار قوی الله متعال. و ربک، با کی قسم میخوره الله متعال؟ به ذات ذوالجلال خود. اینجا بسیار قضیه بسیار دقیق است. چرا الله متعال در قرآن عظیم شان در بسیار چیزهای دیگه قسم یاد کرده. در بعض جای مثلا به بیت الله شریف قسم خورده، یا به کعبه، یا به وقت و العصر و السماء ذات البروج، با آسمان ها و تو. لکن اینچه الله متعال به کی قسم میخوره؟ به ذات ذوالجلال خود میگه فلا و ربک، قسم است به رب تو. این چی افاده میکنه انسان مسلمان؟ که این قضیه بسیار خطرناک است، دیگه باید بسیار دقیق باشین. الله قسم یاد میکنه، چی میگه؟ میگه قسم است بر رب تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یؤمنون، اینا هرگز ایمان نمی آورند. انسان مؤمن گفته نمیشه حتی تا زمانی که یحکموک، تو را حاکم و قاضی و فیصله کننده قرار ندهند، فیما شجر بینهم، در آن چیزی که مشاجراتی که در بینشان میشه. شجر بینهم یعنی مشاجرات، اختلافات و جنجال هایی که در بینشان میشه. اگر یک کسی در اختلافات خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم قرار نمیده که مطابق قرآن و سنت فیصله بکنه، میگه این مسلمان نیست، هیچ ایمان از این قبول نمیشه. خب مثلا یک دو نفر رفتن فیصله خود پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن، یا پیش قاضی که مطابق قرآن و سنت فیصله کرد، ایمانش صحیح شد؟ میگه نه، یک شرط دیگه هم داره. اون شرط دیگه چی هستن؟ ثم سپس لا یجدو، احساس نکنند فی انفسهم، در نفسای خود، حرجا مما قضیت، اگر فیصله را قبول کرد لکن از فیصله الله و رسول دلتنگ بود، باز مؤمن نیست. باید از فیصله الله و رسولش دلتنگ نباشی. مثل بعضی کساست والا ریش خودم ماندیم، ریش خوشم نمیاد، چی کنم دیگه، از مجبوریت ماندیم. یا مثلا حجاب میپوشم، والا چی کنیم دیگه، تو خوشم نمیاد. یا حکم الله میشه، والا این شریعت سرم سخت تمام میشه و چطور میشه و شریعت تو راست سخت سیزه شده. این میگه الله متعال میگه تا اگه در دلت از تطبیق شریعت دلتنگ بودی، بازم ایمان تا الله قبول نمیکنه. و یسلم، خب میگه خب ایره دلتنگ هم نبود و حکم الله تطبیق شد در موردش، حال چی هست؟ میگه و یسلم تسلیما، تا که اینا چی نشن؟ 100% تسلیم نشن. پس سوم شرطش چی است؟ که باید 100% به شریعت الله تسلیم باشه. اگر یک نفر مثلا جاهایی که دلش از رو تطبیق میکنه و جاهایی که دلش نیست رو باز تطبیق نمیکنه، مطابق فکر و اندیشه خود، مطابق خواسته های خود، نه اینجا رواج تطبیق میکنیم، اینجا قانون قوم ما رو تطبیق میکنیم، اینجا فلان رو تطبیق میکنیم، اینجا قانون امریکا رو تطبیق میکنیم، اینجا از فرانسه رو تطبیق میکنیم، باز این نماز خود مسلمانی نماز میخوانیم، فقط اسلام بده میگه 100% که تسلیم نشد، باز هم این مؤمن پیش الله گفته نمیشه، الله را ایمانش قبول نمیکنه، باید 100% تسلیم شوند. ولو ان والله متعال میگه که این مردما مشکل دیگه منافقا چی است؟ آل منافقا را بیان میکنه که کسایی این کلش آل دیگه، اون منافقهایی که نظام اسلام برقرار شد، شریعت الله تطبیق میشه، آل دیگه نوبت رسید به مردمای منافق. میگه این منافقای نمی عادتهایشان از شما بشناسین که وقتی که فیصله میکنن فیصله الله و رسول قبول ندارن، وقتی که قانون میسازن شریعت الله را مطابق قرآن و سنت قبول ندارن، همیشه یا قوم پرست هستن، یا 5 قسم چیز هستن، یا انسان سالاری هست
افرایت من اتخذ اله و هوا. یا پدر سالاری است و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. یا پدر سالار هستند. یا مثلا علمای درباری است اتخذوا احبارهم، یا امو گوشنشینا و تاریکین دنیا هستند که ترک دنیا کردن او را خدای خود جور میکنن، راهبان سالارا هستند. اتخذوا احبارهم. اما مسلمان واقعی کی هست که شریعت الله را تطبیق میکنه؟ ان الحکم الا لله. پس الله متعال میگن این دیگه که ظاهرا خدا مسلمان میگن، باز یا حکومت نفس خدا تطبیق میکنن، یا از پدرای خدا تطبیق میکنن، یا از علمای درباری که ضد شریعت الله گپ میزنن از اون میگیرن، یا از راهبانی که وارد شریعت الله گپ میزنن او رو تطبیق میکنن. باز میگه یا منافق هستن در میخواین که از دین استفاده منفی بکنن. الله متعال دیگه صفت منافقا رو میگه چی هست صفتشان؟ ولو انا كتبنا عليهم، و اگر ما کتبنا فرضنا یعنی فرض کنیم علیهم بالایشان ان اقتلوا انفسکم، این که شما خود به شهادت برسانید در راه دین الله، او خروج من دیارکم، یا هجرت بکنین از دیارتان، از اماکن رهایشیتان برین هجرت بکنین در راه دین الله، ما فعلوه. باز منافقا میگه این کارا نمیکنن. منافقا قرار خوش هستن که زمین بگیرن و خانه بسازن و این کارا را بکنن، هیچ دیگه تمام در فکر استایل است و در فکر خوردن است و چه قسم لباس بگیریم و چه قسم مود است و چه قسم رواج است. ما فعلوه ایر انجام نمیدن الا قلیل منهم، مگر یک تعداد کمی از اینا که اونا مؤمنای واقعی هستند. منافقا اکثریت زیاد هستند. ولو انهم فعلوا، و اگر اینها فعل انجام میدادن ما آنچه که یوعظون بهی به این وعظ میشن، لکان خیر لهم، این برشان بسیار خیر می بود. او اشد تثبیتا، یا بسیار در ثابت قدمی هزینا بسیار تاثیر می داشت اگر اینا مطابق احکام الله چی میکردن؟ خدا آراسته می ساختن. و اذا لآتیناهم، باز او صورت الله متعال میگه که باز ما برشان حتما میدادیم من لدنا، از جانب خود ما، اجر عظیم و اجر بزرگ برشان میدیم. و لهدیناهم، باز ما اینا را هدایت میکردیم به چی؟ صراطا مستقیما، به راه راست. و من یطیع الله، و هر کسی که اطاعت بکند از الله متعال و الرسول، و از رسول. سعی کنین الله متعال زیاد تاکید میکنه به متابعت از الله و رسولش، قرآن و سنت، قرآن و سنت، الله و رسولش. اطاعت از الله در تطبیق قرآن میشه، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در تطبیق احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. اینال بعضی کسا را ببینید که قرآن میگیره سنت اعلام میکنه، این هم اطاعت الله و رسول نکرده. و بعضی کسا سنت زیاد میگیره در آنچه که در قرآن آمده به این توجه نمیکنه، این هم مسلمان صحیح نیست. پس باید مسلمان واقعی همی است که و من و هر کسی که یطیع الله، اطاعت کنند از الله متعال در تطبیق قرآن عظیم شان، و رسول، و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و در تطبیق احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، پاداش از اینا چی است؟ چه قسم مردم هستن؟ باز میگه فاولئک، اینمی کسانی که پیروی از قرآن و سنت میکنن، باز اینی مردم مع الذین، به امرای کسانی میباشه که انعم الله علیهم، که انعام نموده الله بالایشان. اونا کی هستن که الله بالایشان انعام نموده که باز اینمی پیروان قرآن و سنت همراه از اونا میباشن؟ من النبیین، پیغمبرا، و الصدیقین، و صادقان، و الشهداء، و شهیدان، و الصالحین، و صالحان. این کسایی که میخواد که امرای نبیین باشن، پیغمبرا باشن، و صدیقین امرای راستگویا، و کسانی که صدق در سخن. صدیق کی است که هم سخنش راست باشه، هم فعلش مطابق قرآن و سنت باشه. سخنش مطابق قرآن و سنت، فعلش مطابق قرآن و سنت. شهدا کسانی که به خاطر احکام قرآن و سنت به شهادت میرسن، به خاطر اعلای کلمت الله و تطبیق شریعت الله به خاطر ازی به شهادت میرسن. و صالحین، مردمای نیکی هستند که نفس خدا و عمل خدا اصلاح میکنه. اینا که و حسن اولئک رفیق، الله متعال میگه شما میخواین رفیق داشته باشین، و حسن اولئک رفیق، اینم بسیار خوب رفیق و دوست است. رفیق و دوست واقعی نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. دوستی از اینا چی طریق حاصل میشه؟ با پیروی از قرآن و سنت. ذالک، میگه اینمی ذالک الفضل من الله، یک فضیلت بزرگ از جانب الله هست که شما قرآن و سنت میفهمین. بر شما قرآن آمده، سنت آمده. و کفى بالله علیما، و کافی است که الله متعال عالم و باخبر باشه بالایتان. یا ایها الذین آل، بعض آیات دیگه هست که درباره مجاهدین مسلمان که هستن، بر از اونا احکام خود الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، خذوا حذرکم، شما
احتیاط بکنین، آمادگیتون داشته باشین. الحذر چی را میگن؟ اینجا آمادگی برای دفع اونمو مکروهات، اما آمادگی داشته باشین که دشمنان نتونن شما را نیست و نابود بکنن، بلکه آمادگی داشته باشین، آمادگی اعتقادی عقیدی قوی داشته باشین، آمادگی عملی اعضای بدنتون خوب قوی بسازین، تکواندو بکنین، کانفو بکنین، خوب قوی باشین. متوجه هستین؟ آمادگی سلاحی یعنی خوب مسلح باشین، خوب سلاح و تکنولوژی گپا رو یاد داشته باشین تا بتونین در مقابل دشمنا استاشین. فنفروا، پاس برایید برای جهاد. نفور چی نمیگن؟ خارج شدن نمیگن، ثبات، گروپ او انفروا جمیعا، یا ای که همه ایتان یک جایی وقتی که بالاتان حکم میشه، یا گروپ یا کلتان یک دفعی یک جایی. و این منکم، اینال بازم الله متعال میگه در اینجا هم میگه منافقات چی عادت دارم؟ و این منکم، و یقینا بعضی از شما لمن کسان هستن که لیبطئن، که در جهاد سستی و تنبلی میکنن. اینا دیگه چی هستن؟ میگه اینا منافق هستن. یک روز یک کسی در یک مجلس اشته بودیم، یک مولوی صاحب گفت کاش که من صاحب در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم می بودم، کاش که من صحابی می بودم، اخ خوشم میاد. رسول الله صلی الله با این عملی که تو داری اگه در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم می بودی تو در جمله منافقا حساب میشدی. چرا در اوجه این کارایی که میکردی؟ مجرده که کس سستی میکرد، رسول الله صلی الله علیه و حرکت طرف غزوه بدر، حرکت طرف احد، حرکت، اگر یک کس سستی میکرد باز کل دیگه میگفت که این منافق است. حال تو دیگه دیدمو اصرا می بودی، حال دیگه قرارم تو بلند منزله که جور کرده بدی. متوجه هستیم؟ باز جمله منافقین میرفتیم. شکر کو که نیستیم. چی است؟ و این منکم، و یقینا که بعضی از شما لمن کسایی هستن لیبطئن، که در اینجا سستی و تنبلی در جهاد میکنن. فاین اصابتکم مصیبتون، اگر باز بر شما یک مصیبت برسه، یعنی شهادت برسه یا زخمی شوین. قال، با زمین نفر که قرار اونجا سست است چی میگه؟ قد انعم الله علیه، والله چه خوب نعمت الله بالای ما شد، اذ لم اکن معهم، که ما هم کتشان نبودم. این عادت کی است؟ عادت منافقا است. باز منافق میگه چه خوب شد ما کتشان نرفته بودم، اذ لم اکن معهم شهیدا، که من امرایشان در اونجا حاضر نبودم در جهاد. ولا این باز منافقا باز اگه شما بردین چی میگن؟ ولا این اصحابکم، باز اگه برسه بر شما فضل، فضیلت، مثلا پیروز شوین، کفار شکست بتین، غنیمت حاصل کنین، من الله، از جانب الله، لیقولن، باز این منافقا چی میگن؟ که ان لم تکن بینه و بینکم و بینه موده، بازو احساس میکنن که در بین شما و از اونا هیچ دوستی نیست، هیچ محبت نیست. که ان لم تکن، مثل که این که نباشد بینکم، در میان شما و بینه و در بین از موده، مثل که در بینشان تو کدام دوستی در بین شما و از اونا. چی میگه؟ یا لیتنی، کاش که کنتم می بودم معهم، امرایشان، فافوز فوزا عظیما، من هم کامیاب میشدم، به دست می آوردم فوزا، کامیابی، عظیما، بزرگ. این عادت منافقا هست که همیشه چی میگن؟ کاش که گفتم میرن، خوب شد اینجا نرفتم، کاش که میرفتم، کاش که تو میکردم، کاش نمیم. الله متعال میگه این عادت کی است؟ منافقا هست. خب فلیقاتل، پس قتال بکنن، جهاد بکنن، فی سبیل الله، در راه الله، الذین، کسانی که یشرون، میفروشن، الحیات الدنیا، زندگی دنیا را، بالآخرت، برای به دست آوردن آخرت. و من یقاتل، و هر کسی که جهاد نماید، فی سبیل الله، در راه الله، جهاد مسلحانه، فیقتل، کت قلم، یگان تا میگه جهاد قلم است، جهاد چطوره کنید؟ کت قلم خود کس کشته نمیشه، مقاله و نشته میکنه. اینجا گفته که و من یقاتل، و هر کسی که قتال، جهاد مسلحانه میکنه، فی سبیل الله، در راه الله، فیقتل، با زمین نفر کشته می شود، او یغلب، یا غالب می شود، فسوف نؤتیه اجر عظیم، الله متعال میگه بر از اینا ما اجر بسیار بزرگ میدیم. و ما لکم، و چی شده شما مسلمان ها را، لا تقاتلون، که جهاد نمیکنین، فی سبیل الله، در راه الله، و المستضعفین، در حالی که بسیار مردم های ضعیف هستند که از دست کفار بسیار به عذاب هستند، بسیار تنگ هستند، قریه هایش در میتن، میکششان، بمباردشان میکنه، ضعیف هستند از مردها و نسای و از خانمها، من الرجال، از مردها و نسای و از خانمها، والولدان، و اطفال هستند، الذین، کسانی که اقدر به تنگ آمدن، میگه یقولون، میگن ربنا، ای پروردگار ما، اخرجنا، ما را خارج کن، من هذه القريه الظالم اهلها، ما را از این قریه که اهلش ظالم است. امیال دبور ما شما سعی کنید قریه های مسلمان ها را در میتن، گریه میکنن، چیغ میزنن، در تمام دنیا شما سعی کنید سر مسلمان ها چه حال است. واجعل لنا، و امیا دعا میکنن مردم های ضعیف بیچاره،
اینا چی میگن و میگن که وجعل لنا من لدن که از جانب خودت ای پروردگار بگردان، ولی یعنی یک دوست، وجعل لنا و بگردان بر ما من لدن که از جانب خودت نصیرا، نصرت کننده و کمک کننده. آل میگه اینا دو طایفه هستن مردم، شما او رو بشناسین. آیا شما در این جمله هستین یا در اون جمله هستین؟ الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، یقاتلون جهاد میکنن، فی سبیل الله در راه الله. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، یقاتلون جنگ میکنن، میجنگن، فی سبیل طاغوت، برای به دست آوردن طاغوتان قدرت به دست بگیرن. که ما و شما طاغوت فرد، طاغوت حزب و طاغوت فکری را شناختیم. اینه بعضی کسایی که به این راه جنگ میکنن اونا باز کافر هستن. فقاتلوا، پس شما بجنگید، اولیاء شیطان، با اولیاء و دوستای شیطان. این یقینا که کید شیطان، مکر و دسته شیطان، کان هست ضعیفه، بسیار ضعیف است. لکن شما چون بی غیرت هستین، بی ایمان هستین، او سر شما قوی هست. اگر شما ایمان می داشتین، مطابق قرآن و سنت عمل میکردین، باز او سر شما قوی نمیشد. علم تر الی الذین، آیا ندیدی به طرف کسانی که قیل لهم، گفته شد برشان که کفوا ایدیکم، ببندید دستایتان را، نگه دارید دستایتان را، و اقیموا الصلاة، و اقامه نماز بکنین، و آتوا الزکات، و زکات بدین. فلما، پس هنگامی که کتب علیهم، فرض کرده شد بالایشان، القتال و جهاد، یعنی در اول برشان گفته شد که شما نکنین جنگ، برین فقط دعوت بکنین. اما وقتی که با سرشان جهاد فرض شد، اذا فریق منهم، باز یک گروهی از ایشان، یخشون الناس، باز میترسن از مردم، که خشیت الله، مثل ترس از الله، او اشد خشیه، باز حتی از مخلوق، از الله کدام زیاد میترسن. و قالوا، و باز میگن، این صفات منافقا هست که ربنا، ای پروردگار ما، لما کتبت علینا القتال، لما کتبت، چرا فرض کردی بالای ما قتال را، جهاد را، لولا اخرتنا، چرا ما را تأخیر نکردی، الی اجل قریب، با یک وقت نزدیک دیگه. قل برشان بگو، متاع دنیا، بگو که متاع زندگی دنیا که شما را مانع میشه از حرکت در راه الله، این قلیل است، کم است، یک چند روز است، از پیشتان میره. والآخرت خیر، و آخرت بهتر است، لمن، برای کسی که اتقا، تقوا بکنه. ولا تظلمون فتیلا، و شما ظلم کرده نمیشین به اندازه یک پلته چراغ، یا به اندازه یک تار خسته خرما. خب اینا چرا نمیرن در صف جهاد و فرار میکنن؟ میگه به خاطر ازی که میترسن از مرگ خود. الله متعال میگه که این فکر و اندیشه منافقانه را از سرتان دور بکنین. مرگی قسم نیست که تنها در اونجا هست. اینما تکونوا، هر جایی که شما باشین، یدرککم الموت، میای مرگ در جانتان. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو کنتم، و اگر چی باشید، فی بروج، در قصرهای بلند منزلها. بروج در زبان عربی برج میگه برج فلانی ملک، یعنی بلند منزلش. اگر شما آدمات بلند منزلها و قصرهای مشیدتون که بسیار محکم باشه. چه قسم محکم است؟ فلانی نفر میگه قصر زری جور کرده، خالص میگه دیوالایش هم زری کاری کرده. فلانی قصر ببینه که دیوالایش 10 متر است، تو چیزا را مانده بینش پایای سمتی و اترا. الله متعال میگه که اگر مرگ بیاد جانتان، در مداخل قصر که هستی اونمو هم در جانش مرگ میه. و این تصبهم سیئه حسنتون، و اگر برشان نیکی برسد، یقولو میگن هادی من عند الله، از جانب الله هست. و این تصبهم سیئه، و اگر برشان یک بدی برسد، یقولو هادی، دیگه صفت منافقه هست که نیکی را میگه از جانب الله هست، و اگر بدی برسد باز میگه هادی من عندک، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله، تو هستی که ما را، اولادهای ما را به طرف جهاد کشاندی، تو هستی که اولادهای ما را دعوت کردی. ای پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله، تو هستی که اینا را به صف جهاد بردی، تو اینا را به هلاکت دادی. باز که عادت منافقه هست. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کل من عند الله، این خو احکام الله هست، ما چیکار هستیم؟ این خو کار الله هست، سخن الله هست، امر الله هست. وقتی که در قلب یک نفر کتاب الله تاثیر کرد، بازو خودش عمل میکنه. فما لهؤلاء القوم، میگه چی شده این مردمایی که می گپای منافقانه را میزنن، پیغمبر ملامت میکنن دیگه، یا مسلمان ها و دعوتگرای اسلام ملامت میکنن. میگه چی شده این قوم، لا یکادون یفقهون حدیثا، قدر احمق هستن که لا یفقهون حدیثا، هیچ نمیفهمن. یفقهون، فقه به معنای دانش است، یعنی نمیدانن، دانش ندارن که حدیثا سخن را بفهمن، که این سخن پیغمبر نیست، این سخن الله هست، این حکم الله هست.
ما اصابک من حسنت، آنچه که میرسد بر تو از کدام حسنت، فمن الله، پس او از جانب الله هست. و ما اصابک، و آنچه که برسد بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من سیئت، از کدام بدی، کدام زخم. حتی خود پیغمبر زخمی شده، خود پیغمبر سرش شکستانده هند، سنگجارجارش کردن در طائف، خود پیغمبر دندانایش مثلا زدن شکستاندن در غزوه. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب اذیت رساندن، دخترش، خانمش، فامیلش. و هر مصیبتی که میرسه برشان بگو و ما اصابک، آنچه که مصیبتی میرسد من سیئت، از کدام بدی، فمن نفسک، پس از نفس خودت است. و ارسلناک، و ما فرستادیم تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، للناس، بر مردم، رسولا، پیام رسان. وظیفه پیغمبر چی است؟ رساندن پیام الله هست. آل شما دیگه سر پیغمبر تهمت نکنید. و کفا بالله شهیدا، و کافی است که الله شاهد انسان باشه. شاهد الله هست. الله میفهمه که اینمی آنچه که میگن ای از جانب الله هست. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. بعضی کسا میگه ما اطاعت از پیغمبر نمیکنیم. چرا از پیغمبر اطاعت بکنیم؟ چرا سنت بگیریم؟ سنت ها به درد ما نمیخوره. بعضی کسا میگن ما صحیح بخاری چی کنیم؟ صحیح مسلم چی کنیم؟ امی قرآن بس ماست، ما از او اطاعت نمیکنیم. الله متعال میگه شما دروغ میگین. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه، سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش بده، فقط اطاع الله، پس یقینا که اطاعت از الله کرده. و من تولا فما ارسلناک علیهم، و کس که رو بگرداند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، باز ما تو را نفرستادیم بالای از اینا مگر حفظ کنه. ما تو را نفرستادیم پیغمبر. کسی که باز قبول نکرد، تو حفظ کننده کس نیستی. با نشان همین قسم که گمراهی میکنن، خودشان میفهمه کارشان. منافقات که چی عادت داره؟ الله متعال همین قسم که از یهود بیان کرد، از نصارا را بیان کرد، از جاهلا را بیان کرد، از منافقایی که در صف مسلمان ها هستن منافقت میکنن، از این را بیان میکنن تا که انسان مسلمان خود از این تمام امراض حفظ بکنه. هم از امراض یهودیا، هم از امراض نصرانی ها، از امراض جاهل ها، و هم از امراض منافقان. میگه این منافقا چی هستن؟ منافق ظاهرا میگه اطاعت میکنیم، باز شب که در خانه خود رفت باز پس پسک کده میره که تزوا و ترا که نه ما قامو تو گپا را در مجلس میفتیم، مال ما که تنها شدیم، مال شب شیشه مال گپا نیست. و یقولون، و منافقا میگن طاعتون، ما طاعت میکنیم. فاذا برزوا، باز وقتی که بیرون رفتن یا خارج شدن من هندک از پیش تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیت، باز بیت شب گذاشتن میگه، بیتوته شب گذاشتن میگه، یعنی بیت یعنی در شب باز چی میکنن؟ شب تیر میکنن. طائفتون، یک گروه منهم از ایشان، فهمید یعنی یک گروه از ایشان چی میکنن؟ باز شب که میگذارن باز چی میگن؟ غیر الذی تقول، غیر از آنچه که تو برشان میکنی. باز شب مخالف آنچه که رسول الله صلی الله علیه و برشان گفته یا عمل میکنن. یعنی روز میگن که یا رسول الله ما اطاعت تو را میکنیم، باز شب که شد باز اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش میکنن. والله یکتب، و الله متعال می نویسد، کرام کاتبین است. یک اعمال از اینا را که ما یبیتون، آنچه را که شبها اینا برنامه ریزی میکردن. فاعرض عنهم، باز الله متعال اینا را معرفی کرد، منافقا را به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فاعرض عنهم، از اینا روی تدور بته. و توکل علی الله، و تو توکل کو به الله. و کفا بالله وکیلا، و کافی است که الله متعال وکیل تو باشه، کارساز تو باشه. افلا یتدبرون القرآن. دیگه صفت منافقا چی هست؟ که منافقا قرآن هم که میخوان اما تو ظاهری خوانده میرن، شنیده میرن و هیچ در آیات از او تفکر و تدبر نمیکنن که قرآن به من چی میگه. هیچ. این عادت منافقا هست. در عصر رسول الله هم کسی که قرآن از روی شما تو میخوان و یا میشنید قرآن و در آیات از او تدبر نمیکرد که امی قرآن برای من چی خطاب کرده، آیا امی خطابای قرآن به من هست یا نیست، ما هم شامل از این احکام هستیم یا نیستیم. یعنی هم تو قرآن فقط هم تو شنیده برو و خوانده برو. الله متعال میگه این عادت منافقا هست. افلا یتدبرون القرآن، چرا یا تدبر نمیکنن در قرآن؟ چرا در آیات قرآن فکر نمیکنن؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از نزد غیر الله می بود، بغیر از الله کس دیگه قرآن میگفت،
سخنهای کسی دیگه می بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، بازی خب بسیار اختلاف پیدا میکنن، مثل که در کتابایی که تحریف شدن برید سعی کنین در یک صفحهش یک چیز میگن، در یک صفحه دیگه دیگه چیز میگن، بین صفحه اول و دومیش اختلاف است. اما در قرآن عظیم شان کلش هم در روان میبینی مزدار، هیچ دو اختلاف نیست. دیگه چی است؟ و اذا جاءهم، وقتی که بیاید برشان امر من الامن، یک امر از آرامش یا پیروزی، او الخوف یا از ترس یا شکست مجاهدین، اذاعوا به. یک صفتی از منافقا چی است؟ که منافقا اخبار نظامی اسلام بدون اجازه امیر پخش میکردن. بعضی کسا هست که بعضی از خبرها را که درباره مسلمان‌ها و ترام میشنون، منافقا چی عادت دارن؟ دو عادت دارن، خبرهای خود مسلمان‌ها را عاجل میبرن به مردم دیگه هم تو پخش کرده میرن، در حالی که قرآن برشان میگفت، سنت برشان میگفت که این خبرهایی که مربوط مجاهدین مسلمان میشه ایره حفظ بکنین. هر وقت که امیر جهاد گفت که اینی را نشر کنین، اون را گفت نشر نکنین. یک جهت. دوم جهت منافقا چی است؟ که منافقا متأثر میشن بر رسانه های کافرا، در حالی که الله متعال چی میگن؟ الله متعال میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر یک فاسق بر شما یک خبر میاره، شما دو تحقیق بکنین، زود تصمیم نگیرین، زود حکم نکنین. اگر یک کافر یک خبر براتون میاره چطور است؟ تو زود باید متأثر نشی. چرا کافرها همیشه خبر چی میکنن؟ دور میتن تا که خبر به ضد مسلمان ها نشر بکنن. قرآن عظیمشان امید موضوع رو بیان میکنه. اول چیز اخبار مسلمان ها را بدون اجازه رهبریت نشر میکنن. دوم گپ‌های رسانه های کفری را، خبرهای کفار زود قبول میکنه، باز میره برازو میگه این والا شاود خبرها شنیدم این قسم گفتن مسلمان ها اینطور است، این مسلمان ها را میبینی او ظالم عالمون نفر که است آیا او چی است؟ گپ از درست است. در یک جای ما سعی کردیم یک خبر در فیسبوک تو آمده بود، نشته کردیم سعی کنیم، یک داره قاری قرآن استاد کرده بود، پالیش یک دخترک سر میز استاد از گریان میکنه. اینه میگه سعی کنین که قاری را این ملا را سعی کنین که دخترک 8 ساله میخواد به زور نکاح بکنه، دخترک گریان میکنه. این خبره که یک کسی در اینترنت خوب دسترسی داشت که رفتم این خبره که اصلش کشید که سهل میکنه که نه مسئله نکاح نه هیچ، اینجا دخترک ها شاگردای ازی است، اول نمره و دوم نمره و سوم نمره را که جایزه دادن، این دخترک چهارم نمره شده، این جایزه نبرده گریان میکنه که من چرا اول نمره نشدم. اینه ببین کافری خبره چه قسم جور کرد، بیخی برعکس ساخت. امی آیت الله متعال امی آیت میگه که مسلمان ها، شما اگه مسلمان های واقعی هستین این قسم نباشین. و اذا جاءهم، و اذا و هنگامی که جاءهم بیاید برایشان امر، یک سخن یا خبری از اخبار از جهاد، من الامن از آرامش و پیروزی، یعنی پیروزی مسلمان ها به، اول خوف یا از ترس و شکست مسلمان ها و مجاهدین به، اذاعوا به بازو را میخیزن، اما تو بس دل خود دیگه شروع کردن میره نشر کردن میره برای مردم، در حالی که نشر از خبر به ضرر مسلمان ها هست. ولو ردوه الی الرسول، اگر امی خبر محول میساختن، راجع میساختن الی الرسول، به رسول الله صلی الله علیه و سلم، او الی اول الامر، یا به مون رهبر یا امیر جهادشان، منهم از ایشان، لعلمه الذین یستنبطونه، باز او را خوب تحقیق میکردن، میفهمیدن کسایی که استنباط میکنن، یعنی متخصصین مسلمان که این خبر مسلمان ها را خوب تحقیق میکنن، جهتهایش خوب ارزیابی میکنن، باز اگه به منفعت مسلمان ها بود او را نشر میکنن، اگه به مناسب نبود به نفع مسلمان ها نبود این خبرها را ناقی نشر نمیکنن دیگه. انال منهم از ایشان، ولولا فضل الله، میگه این کار از این مردم ها هست، این اصلا کوئی بیعقل. ولولا فضل الله علیکم، اگر نمی بود فضیلت الله و علیکم بالای شما ای مسلمان ها، و رحمته و رحمت الله نمی بود، لتبعتم الشیطان، شما باز متابعت میکردین از شیطان. کدام شیطان؟ شیطانی که مسئول رسانه های کفار است، مسئول رسانه های منافقین است. این منافقا در وسایل رسانه‌ایشان از عصر رسول الله هم گرفته تا روز قیامت چی میکنن؟ دروغ پردازی میکنن، خبرها را تغییر میکنن، تبدیل میکنن تا که به ضد مسلمان یک خبر چیز کنن. او قسمتی که صادق و راست است او را قطع میکنن، اون قسمت را میگیره که احساسات مردم چی کنه در حرکت بیاره. بعضی مردم ها هست باز احساساتی است. الله متعال انسان های احساساتی که با دیدن یک خبر سر مسلمان ها عاجل حکم میکنن، بازی را الله خوش نداره. مثلا و چی عادت دارن؟ اگر در یک جای قتل امرئ فی غابت جریمة لا تغتفر، یک شاعر عربی میگه اگه یک نفر از کافرها در یک جنگل کشته شود و معلوم هم نیست که او را کی کشته،
این دیگه باز میخیزن که چی جرمی است چی جنایت است. و قتل شعب آمن مسئله فیها نظر. در ملل متحد که باز بگه اگه بگه اینه بسته برما را در دادن، باز میگه خیر سرزی باز ما یک مجلس میگیریم یا گپ میزنیم. اینا اونجا که به هزارها زن کشته میشه هیچ. یک روز گفتن که صدراعظم برما تروریست است، تا حالش نشدیم. حتی اون میگه بسیار خوب دموکرات است، برای جایزه نوبل بده میشونه، اونش نمیگن. اما برعکس از این در یک جایی که اگر یک مسلمان یک احمق خیست، مسلمان هم نیست، دیندار هم نیست، نماز هم نمیخونه، کدام بیدین است، در یک بغل کو خیست مثلا بینی خانم خدا برید بازو رو میخزن نشون میگه این مسلمان ها ایره میگن این باز میگه اگر فضل و رحمت الله نمی بود شیطان باز چی میکرد شما را گمراه میساخت الا قلیلا، مگر یک تعداد از بزرگای صحابه، از بزرگای مهاجرین و انصار که اینا با رسانه های دشمن هیچ وقت متاثر نمی شدن. و دیگه مسلمان های حقیقی که مطابق قرآن عمل میکنن که اینجا اکم فاسقون بنبین. بسیاری وقتا شما سأل کنین یک مسلمان است مثلا به نام محمد ابن عبدالوهاب، درباره از او کی یک کتاب نوشته کرده؟ یک کافر، حکایات مستر هنور، انگلیس، جاسوس انگلیسی. باز میگه اون مسلمان کتابای خودش یک بخونه میگه من لا اله الا الله، میگه محمد رسول الله، میگه والله ما مسلمان هستم، آمنت بالله و ملائکته و کتبه. گپ خودش قبول نمیکنه، کتاب خودش قبول نمیکنه، گپ کی سرش قبول میکنه؟ از انگلیسه. در حالی که امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و تمام علمای اسلام میگن که شهادت کافر بالای مسلمان قبول نمیشه. این شهادت تو انگلیس میگن نه انگلیس گفته که این مسلمان نیست، ما گپ انگلیس قبول میکنم. آری شاگرد کی شد؟ این الله متعال میگه که اگر فضل و رحمت الله نمی بود شما مطابقت از چی میکردین؟ از شیطان میکردین. شیطان کی است؟ امی نویسنده ها، امی ژورنالیست ها، امی خبرنگارا، امی رئیسای تلویزیون های کفری شرکی که تمام روز خبرها را ضد مسلمان ها میسازن. حجاب گناه حساب میکنن، ریش گناه حساب میکنن، ریش کلکلی شیطان پرستی رو توجیه میکنن. و میگن ما شیطان پرست هستیم. میگه بسیار خوب مردم است. زناکاره را میگه یا بسیار خوب مردم است. قاتل میگه این بسیار خوب آدم است. جنایتکار بسیار خوب میگن. مسلمان واقعی رو سرش میگن. ولو اینجا دیگه الله متعال میگه ولولا فضل الله علیکم، اگر شما را الله عقل داده که زود متاثر به گپای مشرکین و کفار نمیشین، رسانه های از اینا سر شما تاثیر نمیکنه، این فضیلت الله هست که به این فضیلت بسیار اقتداد کم دارن و رحمت الله هست. فهمیدین؟ لتبعتم الشیطان، اگر این فضیلت الله بر شما نمی بود باز شما مطابقت از این شیطان ها میکردین الا قلیلا، مگر یک تعداد کمی که الله سر از اونها فضل کردن. فقاتل فی سبیل الله، پس قتال بکو، جهاد بکو، فی سبیل الله در راه الله. لا تکلف، مکلف مکن الا نفسک، نفس تو مکلف نیستی رسول الله صلی الله علیه و مگر از نفست. تو مسئولیت خود داری. آلی کسایی که گمراه میشن و کافر میشن و منافق میشن به یا جگرخون نشو. رسول الله صلی الله علیه و بسیار زود جگرخون میشد، متاثر میشد، گریه میکرد که چرا این مردم اینقدر در بیراه میرن. الله متعال گفت که لا تکلف الا نفسک، مکلف نساز مگر نفس خودت. وظیفه تو تبلیغ است. اما عملا که حرکت میکنه ایگه او را الله هدایت نکنه و حرکت نمیکنه. و حرد المؤمنین و تشویق کو، تحرید به معنای تشویق است. کی را؟ المؤمنون، مسلمان ها را تو تشویق بکو. عسى الله نزدیک است که ان شاء الله تعالی الله متعال یا امید است که ان یکف، این که بند بگرداند الله متعال بأس الذین، آزار و اذیت کسانی را که کفر و کافر شدند. والله اشد بأسا، و الله متعال بسیار قدرتمند است، هم در قوت حربی و جنگی و هم در هر چیز. و اشد تنکیلا، و الله متعال بسیار سخت چی است؟ مجازات کننده هست. چی مانا تنکیل چی را میگه؟ میگه ضرب الظالم بقوه لیعتبر امثاله، زدن ظالم است، ات ظالم زدن میکنه که امثال از او چی کنن؟ عبرت بگیرن. ابو جهل میدیدی که مردار دمی روی میدان افتاده در غزوه بدر و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دمی سر سینه‌اش شیشته و او بچه‌های خرد من و این رمتو سرش از تنش چی میکنن؟ جدا میکنن. سبحان الله. یعنی باز اینجا میگه ببینید این یک بشارت میگه از الله متعال بود که هنوز رسول الله صلی الله علیه و زنده بود که جزیره العرب کلش فتح شدن و هنوز نصف قرن تیر نشده بود که امپراتوری فارس و روم تسلیم مسلمان ها شدن.
فتوحات قدر شد که فارس کاملا فتح شد. روم هم بسیاری از منطقهاش مسلمان ها عین در نزدیک های پاریس رسیدن. این چی بود؟ این کلش قدرت و قوت الاست. من یشفع شفاعتا حسنتا، هر کسی شفاعت بکنه شفاعت نیک، یکن له نصیب منها، بر از اون نصیب از می باشه. و من یشفع شفاعتا سیئتا، و هر کسی شفاعت غلط بکنه یکن له کفل منها. این موضوع شفاعت مربوط شفاعت های دنیایی است.